بیا یک تشه بگی بیسته که خیلی تمام بگی بویکه مینوس. تیزا جواب شیوه نوی جلب جوانان به ارتش در دهه پختدشت ناحیه وخش. آخه 16 از اشتراک ده تپیل. ورقه های داخل این تاقی سرنوشت جوانان این دهه را برای رفتن به ارتش معین می کند. مینوس. اگر در ورقه علامت جمع باشد، جوان امسال باید به ارتش رود. اگر علامت تر هست، امسال آزاد است. پیلوس. پیلوس. اوجا بیا اوجا پشم اوجا بسی. اوجا بیا. چنین قرعه کشی امسال در ناحیه های تاجیکستان رسم شده است. حضور والدان جوانان سن خدمت حتمی است. آنهایی که پسرانشان در روسیه هستند میگویند اگر علامت جمع به دستشان افتاد مجبورشان میکنند که فرزند خود را برگردانند. در شهر اسفره اصول دیگر را به کار میبرند. برخی مردم خاموش کرده می شود. در ماه حتی در ماه رمضان که باشد مثال مسجدهای مردم را بسته میکنند، مثلا اجازه نمیدن که مردم روند عبادت کنند در مسجدگاه. حتی زیاد مردم شکایت دارند که در اداره های دولتی وقتی که حجت در کار میشه، یک کاغذ در کار میشه، میآیند نمیدهند او را و مردم مجبور میکنند که فرزندشون از روسیه بیاید به ارتش برود. لیکن مردم آماده، بچهای جوان آماده هستند که به ارتش بروند. اگر که حکومت مثلا شرایط کاری در تاجیکستان مهیا میکرد، در ارتش شرایط برای عسکر بچه‌ها مهیا میکرد. مبارک شاه علی مراد، سربازی که برای دیداربینی والدانش آمده است، میگوید از رفتن به ارتش میترسید ولی حالا راضی است. من نمیرم میزنن اسپسن دیگر ندارم. خدمت از نرمال یکان خیلی عرض کار ندارم. شلوکی بس هر بلند بود میکنم به نزد پدر مادر میگم. جلب اختیاری جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان هر سال مشکل ساز می شود. حالا در سغد و رشت و ختلان نیز از فشار به والدان و با شیوه های مختلف صحبت می کنند. در ناحیه اسفره مسجد جامع حضرت شاه را بسته اند. در شهر پنجکند پدری را بازداشت کردند تا پسرش را از روسیه فراخواند. حامیان حقوق قرعه پرتایی و فشار را به والدان مؤثر نمی‌دانند. افسوس که جوانان امروزه یگان منفعت خود را در خدمت حربی، یعنی منفعت شخصی خود را در خدمت حربی نمی‌بینند و از این لحاظ از خدمت حربی دست می‌کشند. بهتر می‌شد که اگر چاره‌های هوسمندکنی نوابسته از آن که خدمت حربی این عهده‌داری کنستیتوسیونی است و هر یک جوانمرد باید که خدمت کند، اگر چاره‌های هوسمندکنی زیادتر کرده شود، البته صفی خواهشمندان داوطلبان زیاد کرده می شود. سبب‌های اساسی سرپیچی از خدمت در ارتش تاجیکستان را بدرفتاری با سربازان نو آمده در صف نیروهای مسلح می‌دانند که گاه با مرگ، خودکشی و معیوب شدن آنها می‌انجامد. تنها در 3 سال 639 مقام رسمی و فرمانده تاجیک برای پنهان داشتن جنایت‌ها در قسم‌های نظامی یا جزا و یا تنبیه گرفتند.